باز یک دزدی حکومت رحمانوف کشف شد. این اولاد که معمولاً دزد بچه، دزدزاده و حرامزاده هستند، بغیر از دزدی از دست این کثیفان کار دیگری نمی آید. چند روز پیش اکثر روزنامه های آلمان، سیاستمداران آلمان درباره ماشین دزدی های این حکومت گپ می زدند. چطور بیشتر از 200 ماشین گرانبها و کمیافت را از آلمان اوباشان رحمانوف می دزدیدند و می بردند به تاجیکستان و مقامات تاجیکستان اعلان داشتند که اصلا این ماشین ها در تاجیکستان نیستند. بعد واخوری با نماینده های اینترپول، بعد واخوری با سیاستمداران آلمان، وقتی که سیاستمداران آلمان اثبات کردند که این ماشین های دزدی بیشتر از 200 دانه آنها در دوشنبه هستند و در این ماشین ها خیش تباران رحمانوف سیر و سیاحت میکنند، یعنی صاحب این ماشین ها هستند. بعدا آنها مجبور شدند که اعتراف نمایند که بله این ماشین های دزدی در دوشنبه هستند و حتی یک مقدار از این ماشین های دزدی را در دوشنبه بازیافت کردند. واقعا یک شرمندگی، یک سرپستی، یک سرخمی است. اما این حکومت و این اولاد رحمانوف از چیز شرم نمی کنند. دزدی مرام آنها، دزدی هنر آنها، دزدی کسب آنها، دزدی کسب اولادی آنها است. چند روز پیش باشد اینها در تمام چین شرمنده شدند. خطای هم به حال رحمانوف و دزد بچه های رحمانوف میخندد. عجیبش این است که این سیری مگوی را تصادفاً رشید عالیموف سفیر تاجیکستان در چین کشف کرد. من میترسم که بعد این بی احتیاطی شاید رشید عالیموف را از سفیری خالی کنند. اما رشید عالیموف یگان گناهی نداشت و فقط با تکیه بر مقامات چین اعلان کرد که در 11 ماه سال گذشته به مقداری 1,672,000,000 دلار به تاجیکستان در 11 ماه اخیر مال وارد شده است. اما در تاجیکستان میگویند که مقامات تاجیکستان از جمله آژانس آمار تاجیکستان میگوید که مقدار مالی که از چین به تاجیکستان در این 11 ماه داخل شد 661 میلیون دلار آمریکایی است و خلاص. در اینجا یگان حسابدان بزرگ بودن شرط نیست و هر یک آدم که اقلا معلومات صنف 2 دارد یا صنف 3 میتواند پرسد که پس 1,31,000,000 دلار دیگه، پس 1,31,000,000 دلار دیگه که بیش از 5 میلیارد سامانی را تحصیل میدهد کجا شد؟ در تاجیکستان به این سوال حتی بابای فیض هم میتواند جواب دهد. یعنی این نشان میدهد که بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی، قریب 1.5 میلیارد مال و مواد از چین آوردند و اینها باج در گمرک اصلا نسپاریدند و همین مال یعنی به تاجیکستان بی سپاریدن مبلغ، بی نشان دادن حجت‌های دیگر و سندهای دیگر وارد شده است. و همه ما میدانیم که این مالها را اساساً تهمینه رحمانوف از خطای دختر رحمانوف میبرد. و ببینید عجیبش این است که در همین زمان پسر رحمانوف، دزد بچه دیگر رستم رحمانوف، هم جانشین رئیس خدمات گمرک بود و هم بخش کنترابند، بخش مالهایی که به طور قاچاق از مرز تاجیکستان به تاجیکستان داخل میشن باید نظارت میکرد. اکنون ببینید
که این عائله زن و مردش، پسر و دخترش به چی مشغول است. و این دوست بچه اکنون رئیس خدمات تاجیکستان است. دیگر شما میتونید آزاد نفس کشید. دیگر شما میتوانید از شرم، از حیا، از ناموس ملی حرف نزنید. از ماست که بر ماست. ماییم که این رژیم را طاقت میکنیم. ماییم که یک ابله را جناب عالی میخوانیم. ماییم که امروز کف میکوبیم که رستم امام علی میتواند فردا رئیس جمهور شود. و این دوست بچه ها، این دوستها، این دسته اوباش یگان وقت چشمشان سیر نمی شود. این عائله اوباش، این خانواده کثیف شرم و حیا ندارند. از آلمان ماشین می دزدند، از چین چیز و چاره زیادی را می بیارند و دزدانه در مرز به طور غیر قانونی می گذارند و به شما می فروشند. این دوست بچه ها، این عائله دوست یگان وقت سیری ندارد. چی بگویم که از گفتنم نگفتنم بهتر است. ما از چه حیران میشویم. ما باز باید این رژیم، این خانواده باز چیکار کند که ما رو در تحیر اندازد. اینا شرم ندارند، اینا حیا ندارند، اینا ناموس ندارند، اینا ما را شرمنده کردند. ولی ما هم گناهگار هستیم. ما هم گناهگار هستیم که این همه را طاقت میکنیم. ما هم گناهگار هستیم که 20 سال باز ما همین رژیم را نه تنها طاقت میکنیم، بلکه از این رژیم گروهی از هموطنان ما میفخرند. شرم ما باد، مرگ ما باد که بعد از این همه نارسایی، بعد از این همه ناتوانی های این حکومت، ناکسی های این حکومت، نامردی های این حکومت، ما باز شکر میگوییم، ما باز صبر میکنیم، ما باز ثنا میخوانیم، ما باز خود را انسان حساب میکنیم. افسوس.